خب نزدیک کن، صدا رو بیار. صدا رفت آقا. دوربین نه. نور برای سیم کردن. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من رادینم همراه با دوستم علی. سلام، منم علی، هم دوست رادین. قدیمی ترین دوست من علی، فکر میکنم از 13 سالگی 12 سالگی درسته با هم دوستیم. بله. بچه ها امروز ما اومدیم با یه مسابقه اینجوریه که تو 4 تا موضوع سینما، بازی و سرگرمی، اطلاعات عمومی و غذا و خوراکی ببخشید. هر کدوم 3 رده سوال داره، 10 امتیازی و 20 امتیازی و 30 امتیازی. هر کی امتیاز بیشتری بگیره برنده است. حالا کی این سوالات ما که 2 نفریم، چجوری این سوالات طراحی شده؟ ما سوالات دادیم چت جی پی تی واسمون طراحی کرده. حالا ببینیم که خود امتیاز بندی و جمع اون نشم اون انجام میده. حالا ببینیم کی برنده میشه. هر کی برنده شد هیچ اتفاق نمیفته. آفرین. این بهتر. مجازاتی نداریم. پاداش نداریم. همه چیز فعلا برای اولین ویدیو آسون شروع میکنیم. خب اول کی باید شروع کنه؟ سنگ کاغذ قیچی. بریم. سنگ کاغذ قیچی. یکی. سنگ کاغذ قیچی. 2 تا. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. 1 2 1. سنگ کاغذ قیچی. 2. سنگ کاغذ قیچی. 3 2. خب بپرس. من اول باید تو بپرس. الان نوبت تو دیگه. ببین شما میری سینما 30 امتیازی. کدام یکی از کارگردان‌های فیلم اینسپشن را ساخته است؟ کریستوفر نولان. آسون ترین سوال ممکن بود. اونو دوش دایره بکش که 20. یعنی الان ما دیگه 30 امتیازی سینما برای شما نداریم؟ نه. تموم شد. خب برو غذا خوراکی 30. من دارم برنده میشم. غذا و خوراکی 30. خب چطوری بچه؟ غذای 30 امتیازی. کدام که از غذاها از کشور ایتالیا سرچشمه گرفته است؟ پیتزا، پاستا، هرچی. و به طور سنتی از پنیر موتزارلا و ریحان استفاده می‌کردن. پاستا، پیتزا، لازانیا. طبعا من اولش نوشتم سوالا رو سخت‌تر کن. من چند تا تست گرفتم ازش. درست بود؟ آسونه. بله. بچه میگه حالا نوبت رادین است. اشتباه نمیدونم. مگه خوب طراحی نکرد؟ بخششو من چند بارم بهش تذکر دادم. نشد. خب بریم چی میخوای؟ خب خوراکی 30. الان هر چی 30 رو میزنم. 2 تا دیگه 30 جواب بدم برنده شدم. آیا یا چه جوریه؟ 2 تا 30 دیگه جواب بدم. بازی سرگرمی و اطلاعات عمومی 2 تا 30 حالا دیگه ما جواب تا بدم. تشبیه بریم دیگه ببین به کجا. تش کجاست؟ برو بازی سرگرمی 30. همه رو الان جواب میدم. نه نمیشه. من قبولم. تو ایشالله که میبازی. خب بازی و سرگرمی. بگو. کدام یک از بازی‌های ویدئویی اولین بار در سال 1996 برای کنسول پلی استیشن منتشر شد؟ اینم به نظرم آسونه. فاینال فانتزی 7. ممکنه این باشه. سوپر ماریو 64. نه اون واسه رزیدنت اویل. بین فاینال فانتزی و رزیدنت اویل برای اولین بار گفته؟ بله. اولین بار رزیدنت اویل، چون فاینال فانتزی وی آی این هفته اولیش خب دیگه. آره دیگه. درست. دیدی فاینال فانتزی نمیتونست که دو برای اولین بار. تو اطلاعات بازیت خوبه. من اصلا هیچی نمیدونم. خب اطلاعات بازی سرگرمی هم 30. حالا اطلاعات عمومی 30. همه 30 ها رو بزن دیگه جمع کنیم بریم. خب چیه؟ اطلاعات عمومی 30. اشتباه. ایشالله سخت باشه.
دفعه بعد خودم سوالا رو طراحی میکنم. ایراد نداره، ما اونجا باید نمیبازیم. چیزشو عوض کنیم. اونجا هم ما نمیبازیم. ایده رو باید از چت جی پی تی بگیریم. اونجا هم من نمیبازم. آسون ترین سوال ممکنه. تو بگو. کدامی که از دانشمندان نظریه نسبیت را ارائه داد؟ نیوتن، انیشتین، تسلا. آلبرت خودم. یعنی دیگه از این ببین همه سی‌ها رو من گرفتم. این تازه 30 امتیازی بود. یعنی من 120 امتیاز تا الان گرفتم. حالا چیکار بکنیم؟ چجوری؟ ادامه میدیم بریم جلو تا کجا این تمام امتیاز رو من بگیرم خالی بشه؟ تا پایین سوالات دیگه. خب برو سینمای 20. باید سوالاتو باز طراحی کنیم. کدوم یکی از فیلم ها در سال 2008 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد؟ خب خب چجوری بذار اینو نگاه کن. بعد شانس با من همراه. بگو. دارک نایت، اسلام داگ میلیونرز، یعنی ب آواتار. ب درسته. دیدی اسلام داگ. داداش من فیلم زیاد میبینم. چرا؟ خیلی خوبه. سینمای 10 هم بگو که دیگه ما سینما رو جمع کنم تو نتونی بری، چون ببین ما باید ببینیم که ضعف نفر مقابل اون چی هست. چرا؟ الان نفر مقابل ما ضعفش توی بازی و سرگرمیه. چرا؟ خب سینمای 10 کدوم یکی از بازیگران در فیلم پرنس آف پایرت آف کارابین نقش جک اسپارو که دیگه داشت اینا واسه بچه‌ها. خودت جوابشو بعد طرف من بده. نه تو بگو. اسم پسره چی بوده؟ جانی دپ دیگه. نه جانی دپ، جان داگلاس. خیلی من بهش گفتم سوالات رو سخت‌تر کن. ببین نمیشه همینطور آسون‌تر میشه. برو اطلاعات عمومی 20. خداوندگارا برو سعی کار تموم کنی دیگه. بچه‌ها هم وقت بیننده نمیدونم. بیننده عزیز از تلویزیون یه کمی فاصله بگیریم از گوشیاتون عزیزتون اذیت نشه. اطلاعات عمومی 20 درسته؟ بله. کدام یکی از کشورها جزو 5 کشور بزرگ جهان از نظر مساحت است؟ روسیه، ژاپن، روسیه، فرض ژاپن. اطلاعاتمون 10 رو میگیم و دیگه بازی اوکی میکنیم. بازی 10 بعد نه اطلاعات عمومی 10 تو بازی 10 مشکلی نیست بابی. کدام یکی از بازی‌های ویدئویی اولین بار در سال 91 منتشر شد؟ سونیک د هد هاک، سوپر ماریو براز و استریت فایتر 2 ب. انشالله که اشتباه نکنه. همه رو اشتباه بود. جدی؟ خب ببین الان بازی سرگرم 10 رو خط میزنی یا تو میتونی؟ نه دایره میشه. کار برگرد. من تا الان 120 140 160 و 170 انتظام عمرن نمیرسی. جواب صحیح سونیک د هد هاگ بود که اولین بار در سال 91 منتشر شد. خب بر من چی مونده؟ تو خب تو دایره بکش دیگه. بازی 10 و تموم دیگه. خب نزدیم که. باید دایره بکش. تموم شده سوال رفته. خب دایره روی زبدن. مهم چون ما اینجوری مجموع امتیاز رو اوکی. غذا و خوراکی نه ولش کن. اطلاعات عمومی 10. غذا و خوراکی. ببین اگر بچه‌ها ویدیو رو به عقب برگردونن و اونجایی که من گفتم آقا اطلاعات عمومی 10 رو بزن شما بازی 10 زدی اونجا آره که ما اینجا تقلب من کار درستی کردم. تقلب اتفاق افتاده و خب اطلاعات عمومی 10 شما بخون. سوال 10 امتیازه عمومی. کدام یک از این قاره ها کوچکترین قاره از مساحت است؟ افریقا، استرالیا و آسیا. استرالیا. الان میگه استرالیا قاره نیست. بعد اینجوری بود. درست بود. چی؟ اطلاعات 10. ببین اینو اینجوری میکشیم که گلی یعنی که بعد چیز رادی میکشیم. آره دیگه. خب بعدی ببین 3 تا سوال دیگه نداری بیشتر. غذا و خوراکی 10 غذا خوردن 10 امتیاز. غذا
10 امتیاز. های الله. علم روحیه‌مون از دست نمیدی و شاد کدام از این میوه به طور طبیعی رنگ قرمز دارد و در جواب میوه به مربا استفاده میشه و توت، فرنگی، سیب، کیوی؟ توت فرنگی. چرا اینقدر فکر کردی؟ آخه سوالت قبل توحیدی متوجه نشدم. خیلی سوالش آسون بود. خیلی خوبه. دفعه بعد ایشالله میریم با گروک سوالاتو در چت جی پی تی خیلی آسون. خب سوال بعدی. ببین تو 2 تا سوال بیشتر نداری. بازی سرگرمی 20 و غذا خوراکی 20. غذا خوراکی 20. غذا 20. کدام از این خوراکی‌ها به طور اصلی از لوبیا تهیه می شود و به عنوان غذای اصلی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین مصرف می شود؟ برگر، تاکو، بوریتو. این هم نمیشه برگری که نیست. تاکو ایناست که اینجوری میذارن لای هم دیگه نمیدونیم راشیه. بوریتو اصل چیه؟ کدوم کشور؟ در کشور آمریکای لاتین. بوریتو میزنیم ایشالا. نه وایسا. من زدم نمیشه مفتهم باید. چی گفتم؟ درست بود. بوریتو؟ آره. خب خدا رو شکر. بین بوریتو و تاکو خب بازی سرگرمی 20 هم تموم میشه دیگه. بازی و تاکو سر میگه بود بینش چیز بذارم لوبیا بریز. و حالا کدام یک از این شخصیت‌های بازی لجند آف زلدا از گیم پلی اصلی به عنوان یک شاهزاده معروف شده است؟ اصلا لینک، زلدا، گانو. زلدا. یه بار دیگه بگو. لجند آف زلدا. زلدا دیگه. زلدا. لینک خود شخصیت اصلی بازی ولی شاهزاده نیستش. تو میدونستی؟ خوبه. سوالش اینجوری تعریف شده که کسی هیچی هم نمیدونست. خب حالا بگو. خب جمع امتیازات. نه خودش میگه ازش بگو. اونو اشتباه زدیم چون هم گفت علی بزن، من گفتم اوکی برو جمع امتیازات. خب جمع امتیازات رو میریم. 30 60 90 120 140 150 170 علی. حالا رادی 20 30 40 60 110 امتیاز. شما عقب هستید. تبریک میگم. و چون ویدیو اول بود ما پاداش خدا رو شکر نداریم. جریمه هم نداریم. برنده و قهرمان این ویدیو علی هستش. خب سوالات در سطح اول ابتدایی باشه ارزشمند نیستیم پیروزی. درست شما بگید تو کامنت ها به ما بگید که یه نگاه بکن ویو چقدر خوردیم تا الان. پایین نگاه کن. بیا اینجا. خوبه. بد نیست برای ویدیو اول. ویدیو خوبه. بعد هیچی نیست. میریم مثلا ویو اینجای دیگه. درسته؟ ویدیوش اینجاست. ویو الان خوبه. نه به نظرم خوبه. لایک اینجاست. لایک کردین ما رو؟ لایک بکنید ما رو. لایک بکنید ما رو. کامنت بذارید برامون و ما رو سابسکرایب. ببینید ما تازه شروع کردیم. ما نیاز داریم به چشم‌های زیبای شما هستیم. موقعی که دارین این کلیپ رو نگاه میکنین صفحه گوشیتون رو از فاصله مناسبی از چشماتون قرار. الان دیگه LED که مثل اون چیزا نیست. چرا همش مشکل داره. مشکل نور آبی خستگی اصلا خستگی چشم و نور آبی میاره. پس بچه‌های عزیز پس بچه‌ها لایک کنید. بریم ویو انجام بدید. زنگوله رو فشار بدید این پایین و حتما ما رو زیر ویو سابسکرایبر کنید. سابسکرایب ها. چون که ما تازه شروع کردیم و نیاز به حمایت شما داریم. خیلی خوشحال شدیم. شبتون بخیر. خدا.